یه خبر خوش دارم به او در کسانی که بانهشان همی است که ما نمیتونیم در صرافی بایننس ثبت نام کنیم یا پاسپورت نداریم یا هزار مشکلی که در افغانستان خودتان میفهمید دوستا. یک صرافی متمرکز دیگر براتون معرفی میکنم به اسم توبیت دوستا. وقتی که شما در این صرافی احراز هویت میکنین، ویدیو مکمل در کانال یوتیوب ما انداختیم دوستا. بسیار آسان میتونین در این صرافی شما احراز هویت بکنین و ترید بکنین. فرق از با بایننس چیز هیچ فرق نداره دوستا، فقط آپشنای از کم است که نمیخواد شما پاسپورت بگیره، نمیخواد از شما لیسانس بگیره، هیچ کدام عکس مکس از شما نمیگیره. و دوستا از رفرال کد دوستا حتما استفاده کنید. خوبی های رفرال کد چیز دوستا؟ رفرال کد برای پارتنرشیپ های صرافی داده میشه که بنده یکی از پارتنرشیپ های صرافی توبیت می باشه. وقتی که شما از این رفرال کد استفاده کنید، $10 مثلا شما ویدرا میکنید، $10 شما $30 میشه. ویدیو مکمل در کانال یوتیوب ماندیم دوستا، برین ببینین، حتما احراز هویت بکنید. رفرال کد ما دوستا همچنان در تیک تاک میمانم، شما برین در این صرافی ثبت نام بکنین و بونس اضافه بگیرین برای سرمایه اولیتون دوستا. آموزش میتونید در کانال یوتیوب ما تماشا کنید.